سلام، من سریع بیام این آموزشاتو بذارم، بعد برای شما این آموزش گرافیک بردن فری فایرتون براتون بذارم و اونایی که من صبح دارم میتونم ویدیوی منو ببینن و مثلا دارم سرچ میکنم میتونم ببینم. حالا بعد سریع بریم ویدیو شروع کنیم که ویدیو طولانی نشه. Let's go. حالا میریم داخل فری فایر. سب کن یه دقیقه من اینو بذارم فعال کنم. خب حساب من برم داخل فری فایر و تنظیمات برم. خب دوستان منتظر میمونیم که بازی آپلود شه، یعنی بازی بالا بیاره صفحه نمایشش. من اینجا اینجا نگه میدارم تو اون تنظیمات. خب دوستان به تنظیمات رسیدیم، بریم آموزشات براتون بگم کجا بود. ببینید اینجا اول کار شروع میشه. یه گزینه سه تا گزینه میباره. سه گزینه اومده بالا. اولین گزینه ثبت میشه بگم اکثر گوشی‌ها نمیشه. ببینید اگه گوشی نمیشه مثلا میتونی مثلا اوکی بزنید، مثلا گرافیک اینو بذارم گوشی من زیادی نمیشه. مثلا ببینید بخوام گرافیک رو بزنم مکس، همون مکس همون گرافیک بزنم یاره اینو میزنی روی مکس، اینو میزنی مثلا میزنی اینو ببرم با پایین گوشی من زیاد نمیشه. مکس اونو میذاریم برای دوستان که بلد نیستن. مثلا من دارم رونو میخوام بازی کنم. بازی آپلود چه؟ آپلود نمیشه اما میشه 100% میشه، باید بشه دیگه. ببینید گرافیک خدا بابا، گرافیک تو خدایی ببین چه گرافیکی آخه، چه گرافیکیه. اویجی من دارم کف میکنم آخه در این گرافیک کف میکنم چه اینقدر گرافیک خداه. حالا ما یه دست بازی میکنیم اینجا کار من اینجا وقتی جون زدنته بخواب. بله دوستان برید اینجا گرافیک رو نگاه میکنیم. ما یه دقیقه صبر کنیم من یکم چی کار دارم. بله دوستان ویدیو که دیدین هم آموزش دارم هم تست کردم براتون. ببینید بین داخل گزینه یکی دوتا سه تا میریم روی مکس ضربه میزنید. اینجا هر چقدر گرافیک میتونید داشته میتونید بریم بالا. همین درستش لازم نیست مکس اصلا آموزش ما لایک بغلم بزنید. زحمت کشی ویدیو اینترنت هم رفته آخر یه حمایت هم برای من نمیتونی داریم آماید رفیق که من تست کنم دیدی گود بای.